بریم با هم آموزش ساخت لایت باکس چلنیوم واسه لوازم جانبی موبایل رو ببینیم. برق تمام لایت باکس های چلنیوم 12 ولت هست، پس بعد از بلوکی 12 ولت استفاده بشه. پشت این بلوکی ها خودش برچسب داره که برچسبش رو بکنید میتونید به راحتی روی PVC بچسبونید. کامل محیط PVC مون رو باید بلوکی بزنیم تا همه جا نور یک نواخت و یه دستی داشته باشه. یه نکته خیلی مهم برای این تابلو و کلا لایت باکس ها وجود داره. ببینید الان اینجا من از یک ورق بلوکی بیشتر استفاده نکردم. برای اینکه این دو سر سیم به هم اتصالی نده اومدم اون طرفشو کامل سیماشو قطع کردم و این طرف هم به آداپتور وصل میشه. یه آداپتور 5 آمپر 12 ولت نور اینو به خوبی ساپورت میکنه و کامل یه دست روشن میشه. اما اگه تابلوتون بزرگتر بود، تعداد ورقای بلوکی بیشتری استفاده کردید، این کار جواب نمیده. کل تابلو نورش یه دست نمیشه. پس برای اینکه بخوایم نور تابلو یه دست باشه، سایه نندازه، یه قسمتش تیره نباشه، یه قسمتش روشن‌تر باشه، باید بلوکیایی که داریم تمام سرای مثبت و منفیشون به صورت موازی به آداپتورمون وصل بشه. یعنی یه سیم برمی‌دارید، تمام سرای منفی بلوکیا رو به اون سیم وصل میکنید و بعد میبرید به آداپتور و یه سیم مثبت هم در نظر میگیرید، تمام سرای مثبت بلوکیا رو به اون وصل میکنید و میبرید به آداپتور. آداپتور هم باید طبق بلوکی ها آمپرش مشخص بشه. الان اینجا من یه ورق داشتم، یه 5 آمپر کافی بود. اگه 2 ورق، 3 ورق یا 4 ورق استفاده میکنید، آمپرش بر اساس تعداد بلوکی ها مشخص میشه. اینجا قسمت مثبت بلوکی رو به مثبت آداپتور وصل میکنم، قلب میزنم، لحیم میکنم و بعد چسب برق یا از وانیش استفاده میکنم و این قسمت هم که سر مشکی داره به قسمت منفی آداپتور وصل میشه. حتما باید قلب بزنید، از چسب برق یا وارنیش استفاده کنید که کاملا ضد آب بشه. بلوکیایی که استفاده کردم الان اینجا مشخصه به صورت لنزدار هست. این بلوکیای لنزدار 100% ضد آب هست و اینکه الان این تابلو روش پانچ داره، دیگه خیالمون راحته که اتصالاتمون اگه تو بارندگی هم قرار گرفت هیچ ایرادی براش پیش نمیاد. این قسمت رو من چسب 1-2-3 میزنم که سیمو روی شاسی نگه دارم و سایه نندازه. من آداپتور رو داخل باکس میذارم، برای همین لازمه که یه برق 220 به اون قسمت آداپتور بدم. این سیم مربوط به برق 220 که آداپتور رو روشن میکنه و این هم روشن شده کامل بلوکی ها. توی مرحله آخر این باکس مستطیل شکل رو باید روی PVC فیکسش کنیم. زمینه باکسمون پلکسی انبی رنگ هست، پانچ دایره خورده و دورش هم لبه چلنیوم 9 سانت کار شده. به این مدل چلنیوم سوپر ساید میگیم. اگه به صورت صحیح لبه کرده باشین، به راحتی با یه فشار ساده PVC داخل باکس میافته و به همین صورت که میبینین 4 طرفش یه اندازه است. از پیچ 4 سو استفاده میکنیم. من از این پیچ های طلایی استفاده میکنم که به لبه طلایی کارم بیاد. میتونید از پیچ های MDF مشکی رنگ هم استفاده کنید. اونا هم خیلی خوب جواب میده. 4 طرف باکسمونم با استفاده از این پیچ ها به PVC وصل میکنیم. حتما PVC که دارید استفاده میکنید همین زمین سفیده که روش بلوکیامون رو چسبوندیم، بعد PVC قطر 8 میل باشه. بچه ها من هر هفته کلی آموزش عملی از تابلوهایی که توی کارگاه خودم میسازم براتون میذارم. پس خوشحال میشم که حتما سابسکرایبم کنید و نظرات و سوالاتتون رو به هم بگید. من حتما به موقع به همشون جواب میدم و کلی آموزش جدید و عالی براتون میذارم. پس من منتظر کامنت های خوبتون هستم. مرسی که همراه هم بودید و کانال نورا آرت رو همراهی میکنید.